اومدم با درست کردن یه ماکارونی خوشمزه از پخت مامان پس که الان گاز رو روشن میکنه و قابلمه رو روش میزنه. تا موقعی که قابلمه جوش بیاد من و مامان میریم اسپاگتی یا همون ماکارونی خودمون رو که تو خراسان میگیم ریز میکنیم و به مامانم میگم اگه بفهمن که ما اسپاگتی رو ریز میکنیم یا همون ماکارونی خودمون رو ممکنه ما رو زندان ببرن و مامانم همه رو ریز میکنه که برای اینکه درست کنیم و آب در حال جوشه. مامان نمک‌ها رو میریزه داخلش و الان ماکارونی رو میریزه. ماکارونی رو که ریخت، این روش زندگی ماست، یه روش ساده که نمیخوام لوکیشن خاصی داشته باشه یا جای خاصی باشه، که خیلی از زندگی های ما تو خراسان این شکلی. مامان سویا ها رو میریزه داخل اون کاسه و باید آب بریزه توش تا نرم بشن، تا نم بکشه به قول خودمون. و حالا به مامان میگم نبر جلوشی، من دارم اینجا فیلم برداری میکنم. ماکارونی رو در حال جوشیدنی که خودتون داری میبینید و مهدی شیطون هم الان سویا ها رو ور میداره. مهدی پسر کوچیک منه، نوه مامانم، و اینجا آب میریزه و انا مهدی برداشت ولی مامانم از دستش گرفت، یعنی خودم از دستش گرفتم. و حالا من سویا ها رو اینجا میذارم. یه خونه نقلی مال مادرم که خیلی دوستش دارم و مامانم هم میزنه و هیچ چی مثل دستپخت مادر نیست و جاشم نمیگیره. مامانم میریزه توی سبد ماکارونیا رو و حالا آبکشش که کرد قابلمه رو میذاره. این روش با روشی که فکر میکنم بعضیا درست میکنن خیلی تفاوت داره و این روش مثل روش های دیگه نیست. ما اول ماکارونی رو دم میکنیم بعد مایش رو میریزیم. حالا در ادامه فیلم شما میبینید همه رو. و اینجا روغن میریزیم. این ماکارونی خوشمزه یه روش خوشمزه. حالا یه بارم امتحان کنین ببینین چجوریه و برای من کامنت کنین. و حالا سیب زمینی ها رو میذاره مادرم. خیلی ساده و راحت. و حالا ماکارونی ها رو میریزه داخل قابلمه و مهدی میگه یه ذره برای من نگه دار مامانی و مامانم یه ذره برای اون نگه میداره و همه ریخت تو قابلمه و حالا دم کنی رو میذاره، در قابلمه رو میذاره. من اینجا جو گرفتم، فندک گرفتم دستم. حالا مایه ماکارونی رو آماده میکنیم. اول روغن میذاریم، بعد سیب زمینی ها رو میریزیم توش که سرخ بشن. سیب زمینی همون که سرخ شدن بعد سویا بهش اضافه میکنیم. سویایی که نمش رو گرفتیم یعنی از صافی ردش کردیم، بعد که آبش رو گرفتیم یعنی اون آبش رو از صافی رد کردیم گرفتیم، قاطی سیب زمینی رو میکنیم که سرخ بشه و حالا سویا همون باید کم کم سرخ بشه همشون. حالا منتظر میمونیم که این موادمون با هم سرخ بشه و زمانی که سرخ شد یعنی آروم آروم داره سرخ میشه و مادرم نشسته و ماکارونیش رو گازه. سویاها و سیب زمینی ها با هم تف میخوره و باید هم بزنی تا قشنگ همشون با هم سرخ بشن. حالا من میگم تف میخوره به زبون خودم، همون سرخ شدن خودمونه. حالا که سرخ شدن روبو بهش اضافه میکنیم به تعداد ماکارونیتونه، یعنی ببینیم ماکارونیتون چقدره و همون اندازه بهش روب اضافه کنین. حالا مامانم اینجا نمیدونم چند تا قاشق اضافه میکنه، فکر کنم اینجا 3 تا قاشق اضافه کنه. و حالا مایه‌مون آماده میشه و داره سرخ میشه. مامان قابلمه رو میاره کنارش میذاره که مایه رو بریزه روش. اینجا دم کشیده به قول خودمون
و ما مایه رو، همون مایه که آماده کردیم و اونایی که تفت دادیم سرخ شده رو میریزیم توش، یعنی این موادی که با هم تفت خورده رو. و حالا اینجا به هم میزنیم، یه چنگال برمیدارین با تمام قوا به هم میزنین، ولی خیلی خوشمزه است. یه بار امتحانش کنین، واقعا دیگه همین رو باز دوباره امتحان میکنین و همش میزنین و خوب که هم خورد، یعنی قشنگ همش میزنین با یه چنگال و واقعا روش خوشمزه‌ایه. حالا یه بارم شما امتحان کنین ببینید چجوریه. و اینجا واقعا خوشمزه بود، جاتون خالی.